اینجا سردترین شهر جهان است. آب جوش وقتی به هوا پرتاب می شود فوراً به دانه های برف تبدیل می شود. لباس های تازه شسته شده در مدت کوتاهی به تخته های سفت یخزده تبدیل می شود. می توانید از روی صدایی که یک چیز تولید می کند متوجه شوید چقدر سخت است. وکیله ها در بیرون می توانند مستقیما به عنوان چکش استفاده شوند. هر نفسی که اینجا می کشید مثل این است که هزاران سوزن را استنشاق می کنید. این مکان شهر یاکوتسک است که تنها 450 کیلومتر از قطب شمال فاصله دارد. با دمای متوسط سالانه 47 درجه فارنهایت و کمترین دمای ثبت شده 71 درجه فارنهایت، زندگی در اینجا کار آسانی نیست. هنگام بیرون رفتن مردم فقط جرأت می‌کنند چشم‌های خود را بیرون بگذارند و ماشین‌ها در اینجا نمی‌توانند برای چندین ماه خاموش شوند زیرا انجن آن یخ می‌زند و فقط می‌توان آن را در تابستان بعدی روشن کرد. در اینجا هیچ